یا علی ساعت چنده ساعت 6 و 15 دقیقه صبح داریم میریم بربری بخریم. خریداری شد، یه سپر گرفتم یه شمشیر. آقا شاید ندونید میخوام چیکار کنم، شاید اصلا واسهتون مهم نباشه که میخوام چیکار کنم، خب ولی آقا بهکام عزیز برگشت زنجان و قراره با هم دیگه بریم. منتظر بهکامم. بازم منتظر بهکامم. سلام عشق. خوبی داداش گلونه. فرمونات قرمز همه چیزه نیدنده. بده دو داداش کجا بریم؟ کجا به اول صبح شلوارک پوشیدی؟ موظف شدم فیلمو نگیر. شلوارک پوشیدی داداش. کی تو زنجان شلوارک میپوشه؟ کی نپوشیده؟ من پوشیدم. حاجی اینجا نونوایی بود، من رفتم از شهرک نون خریدم. عشق من چه خوابی میدیدی؟ دارک بود، یه گات اوه گات یه چیز ترسناک. یه گروه مافیایی اومده بودن دنبالم، یه فرش حاجی کسی دوست دختر خیلی جالبه. بیداری شو. منم دقیقا قرارم گوشم همینه. نگاه کن ببین داداش من زنجانو میشناسم. چی فکر کردی؟ راست میگه من بالاخره رفتم تهران. تو دیگه بچه تهران حساب. اوه حاجی آبیاری رو یه موزیک بذار ببینم چی گوش میدی. سلیقه موزیک چی؟ فاک نوتس send me your playlist. الان یه فونک میذاره توش میگه اون فونکه خفنه. خودشون هرچی گرفت فکر کردی اگه تند بری چی میشه؟ پلیس میگیره ما رو. دیدم خیلی باحال. بکام نگاه اینجا رو، شبیه قلبه اینجا کاپلا با هم رد میشن. حاجی فیل حاجی جا رو مکان رو پیدا کردیم. آقا بکام دختر دعوت کن. دختر کو؟ نه میگم دعوت کن. فندک نه کبریت ازش هم استفاده نکردی. چجوری 2 سال ازش استفاده نکردی؟ 2 سال بیشتر میمونه دیگه واسه آدم میمونه. خراب شد چی باشه؟ این چیزه ظرف فست چطی داره به ما نشون بده دیروز شام چی خورده. یا برو بابا. سال 89 یه دونه فست خوردم. بابا که راهنما خواننده نمبر 1 ایران. کنده کاری نه. آی ببین کیف بهکام متعلق به خودشه نه به کسی دیگه ای. I love you bro. گیر کرد به مای تابه. شاید این دوتا با هم ازدواج شد. خب داشتی خوابی تو تعریف میکردی. ببین اینجوری بود که بذار از اول شروع کنم. رفتیم بعد زخم کاری فیلمش داداش 4 دقیقه حرف زدی. خب ترکشون کرد داداش. تخم مرغ رو بیار مارکشو ببینیم چیه تبلیغ کنیم. شیاطین کنار ایران. آره هم این تخم مرغ جاش خیلی بده، مثل جای این کتیه که این معذبه. آرتین داره آماده کنسرت میشه. تجربیات بالایی میخوام بهت بگم. این آبه ولی آب ما تو بادار نمیپوشید. ما این چیزی که به چاه وصله رو میپوشیم. به اینا چی میگن؟ پمپ مکنده لجنکش. چیکار میکنه؟ آبو میاره بالا. آبو میاره بالا، با آبو میکنیم این آب بوفی. آب مفیده. آب مفید آره.
کوهنوردی آجی تو میتونی یه بای کامان ورزش رو به یک عادت در زندگی من تبدیل کنیم. آجی تونل رو ببین. واو آجی نه اونجوری نه نرین تو همه چی شیک رو برو مثل بچه پول دارم. آجی ولی زنجان هم کاناداییه ها. الان شروع بکنم خبرایی هست. چه خبری مثلا؟ ممکنه یکی جشنی یه تیکه دسته. حاجی این فکر کنم چیزه واسه یه لحظه اینترتینمنت کمپانیه. یه لحظه منتظر کارهای باحال یه لحظه اینترتینمنت کمپانی باشید. سیپس کچاپ میخواد بیاد ازش منتظر باشید. یه لحظه دختر خوبی نمیدونم تو بی من نمیتونی بخره بوم پوکیمون اگه دیده باشین داخل همچین جایی میاد بیرون. اون تا کپیه پوکمون. ببخشید افتاده اینجا شکسته. اینا همه‌شون طرد شدن. آره دقیقاً اینجا درکشون کنیم بچه. یا بنده خدا تفریح یا فرا خدا زدت میشه. ای پیشی بود. اون تو میزون و اینجا کرافت کنیم. آره 4 تا بردار بذار کنار هم کرافتینگ تیبل رو بساز. به به تنها ماشینی که آقا بهکام گواهینامه‌شو داره. یه گوی شکسته حاجی. من میگم زنجان کاناداست نگاه خرس. بچم داره داداش بچم داره. من بچه‌شو میخوام بدوزم ببر دیدن اوش طبیعت فوتبال دستی انسانی توی زنجان. حاجی با منطق جور نمیاد. چرا؟ آره واقعا با منطق نکن خب نباید. خب ببین این که اینجوری نه اقدام عجیبیه. زنجان شهرداری نزدم الان داره زد. ببینید بچه‌ها ما در این موضوعی داریم خیلی مبحث مهمی باشه. موضوع اینه که ما میتونیم به عنوان 2 تا آدم خیلی فهمیده یادرویمون رو کنیم، پارک رو تمام کنیم، بریم خونمون بگیریم بخوابیم استراحتی کنیم و زندگی روند عالی. یعنی که الان میتونیم بریم اون 2 تا دختری که پشتمونن راه میرن و ترک بندازیم. من همینجا ویدیو رو قطع میکنم.